به نام و یاد خداوند مهربان. بیننده عزیز سلام، امید که جور و صحتمند باشید. برنامه صنعت ماست و ما در این برنامه کوشش میکنیم تا صنعت کشور را به معرفی بگیریم. همکنون ما داخل پارک های صنعتی جمعه محمدی هستیم. این پارک ها هم البته از جمله پارک صنعتی بزرگ کشور ما به حساب می رود که به تعداد زیادی از فابریکات و سکتورهای مختلف در این پارک فعالیت دارند. دوستان عزیز، همکنون ما داخل فابریکه افغان چاپ شدیم که این فابریکه هم از جمله فابریکه های مشهور کشور عزیز ما افغانستان می باشد و در اینجا البته بخش های مختلف سیلیفون ساخته میشه و اینکه بعضی عزیزان نابلد از با نام سیلیفون بیاین که از نزدیک ببینیم که سیلیفون از چی و چگونه ساخته میشه و همچنان چی رول در بخش صنعت کشور دارد. با ما باشید. بیننده عزیز، قبلا یادآور شدیم که ما داخل یکی از فابریکات بزرگ که در بخش چاپ فعالیت دارند داخل شدیم و قسمی که شما ایزان هم میبینید ماشاءالله فابریکات بسیار بزرگ است و فعالیتایشان بسیار به خوبی ادامه دارد. در این بخش از برنامه ما مدیر مسئول این فابریکه را با خود داریم، بیاین که در رابطه با فابریکه از زبانشون بشنویم. سلام علیکم برادر. اسم شما؟ فرید احمد ادیب. خب فرید جان، در این فابریکه مسئولیت شما چیست؟ ما سلام، قبل از همه سلام عرض ادب برای بینندگان گرامی. اسم فرید احمد ادیب، مسئول بخش چاپ و دیزاین شرکت توحید افغان چاپ هستم. بسیار خوب. در شروع در رابطه با فابریکه بگوین چی مدت زمان میشه شما این فابریکه را فعال ساختین و همچنان چی چیز تولید دارین؟ شرکت ما بیشتر از 8 سال از فعالیت میکنه در بخش سیلیفون، بسته‌بندی های پلاستیک برای کیک، کلچه، مکرونی، پودر لباسشویی و غیره همین چیزا بسته‌بندی است. بسیار خوب. چقدر جوانان همراهتان مصروف است؟ ماشاءالله فابریکه ما روز به روز توسعه می‌یافته. قبلا ما یک شیفت کار میکردیم، تعداد کارمندای ما 10 تا 15 بود، حال الحمدلله تا 50 را رسیده و 2 شیفت کار میکنیم. در بخش فروشات بگوین، فروشاتتون چطور است؟ تمام همین محصولاتتون داخل کشور به فروش میرسانین یا هم به دیگه کشورها انتقال میدین؟ نه تمام همینجا مواد ما گچ از خارج میاد ولی فروشات ما همین بازار افغانستان است، خارج نمیره. چطور بخیر پلانه صادرات هم دارین که بخیر یک روز باشه که شما صادرات هم داشته باشید؟ خدا مهربان است ان شاء الله. ما حتما در زیر چه ما است پلان ما است که حتما ما برای کسایی که ضرورت داره ما در اونجا هم باید دسترسی داشته باشیم. بسیار خوب. انجینر صاحب، امروز تولیدتان چی است و امروز چی تولید دارین؟ چی میکنیم؟ از بخش اول شروع میکنیم بخش ان شاء الله سیلیفونایی که چاپ میشه میالی و الحمدلله کار ما گچ بعض مشکلات خود ما داریم دیگه. تولید ما تا 4 تن تا 5 تن تا بعضی وقت تا 10 تن در روزی گچ ظرفیت 20 تن 30 تن داریم ولی تا 10 تن ما فعلا چاپ داریم. ان شاء الله در لابلای برنامه هم از زبانتان در رابطه با مشکلات میشنویم. خب بیننده عزیز، این که سیلیفون چگونه ساخته میشه البته بیاین که از نزدیک ببینیم. یک چیز بسیار مهم است در بخش صنعت. با ما باشید. ایرا ماشین پرینت میگه که در اینجا تمام سیلیفون هایی که ما میخوایم چاپ کنیم او در اینجا چاپ میشه. ماشین ما هست 7 رنگ که نظر به دیزاین یا نظر به فرمایش مشتری طراحی میشه. بعد از او میره و اول سلندر جور میشه در پاکستان که موتاپایز اون را شما میبینید اینجا سلندر است. بعد از او باز میاریم در ماشین نصبش میکنیم، ماشین چاپش میکنه. 7 رنگ است، تمام رنگایش اینجا چه میشه. رنگا را ما از پاکستان میاریم که او را برای شما نشان میدیم که کدام رنگا چه قسم استفاده میشه. خب انجینر صاحب، جوانانی که در این ماشین مصروف هستند این جوانای داخلی هستند یا هم شما به انجینران خارجی هم نیاز دارین؟
گرچه از نفران ما بسیار مسلکی هم نیستن ولی بازم خوب است ما از پیششان کار گرفته میتونیم. در اولا چون فابریکه تاسیس شده بود کارمندا یا انجینران ما تمامش خارجی بود، از کشور پاکستان و از چین ما آورده بودیم. باز اینا را تربیت کرد اونا یاد دادن برشان دیگه، ولی خوب است تمامشان همین افغانی خود ما کلشان داخلی است. و این معلومه میشه که این ماشین هم کار آسان نیست و چون ماشین بسیار بزرگ است. اگر به این ماشین خدا نخواسته عوارض پیش بیاید دارین شما انجینران فنی که دوباره بسازن؟ اگر عوارض بسیار سطحی باشه بله میشه اینجا انجینرها از جور میکنن، ولی اگر عوارض بسیار کلان باشه مشکل کلان باشه باز نه، متاسفانه باز ما از کشور چین انجینر میخوایم. این ماشین لیمینیشن میگه سیلیفونی که اونجا چاپ میشه به خاطر که ضخامتش زیادتر شوه. بعضی مشتری ها با یک قسم پلاستیکی نی پلاستیکا را متلایز میگه و اینی پلاستیک دیگر هم الدی میگه که امروز یک جشرش میشه لیمینیشن میشه، باز به شکل رول میشه میبریم باز داخل هیت روم که خشکون میگه در اونجا مینازه میشه. اینی ماشینی هست که امیر لیمینیشن میگه. بله ماشین پلاستیکی که چاپ شد بعضی لیمینیشن میشه باز برای در زمستان برای 24 ساعت، در تابستان برای 12 ساعت در داخل خشکون یا هیت روم میگه داخل زمین میمونیم، باز از اینجا انتقال میتیمش به دیگه ماشین. اینجا در رابطه با خشکون گفتین حرارت حتما داده میشه؟ بله اینی بخشایی است اینی رو میبینیم خودش حرارت میته، داغ است بسیار سرخ آتش است. یعنی تا چند درجه برش حرارت باید داده شود؟ درجهش دیگه تا 50 درجه تا 60 درجه میره و زمانش هم تابستان باشه 12 ساعت، اگر زمستان باشه 24 ساعت، بعضی وقتا اینی تا 2 روز هم. اینی ماشین است 3 پایه 4 پایه است، 1 2 پایه دیگر هم در راست میآید به خاطر اینکه مشتری ما پاکت بسیار فرمایش داره. این ماشینای پاکت است، پاکت جور میکنه به شکل پاکت. اینی پلاستیکا رو میبینین که به این قسم پاکت میشه، بعضی‌ها پاکت‌های دسته دار، بعضی‌ها بدون دسته، برای نمک، برای مکرونی، برای و غیره و غیره تمام چیزا رو خودتون میبینین. انجینر صاحب قبلا هم در شروع برنامه در رابطه با صادرات گفتیم که بخیر روز بیاید که ما بخیر با دیگر کشورها صادرات داشته باشیم و قسمی که ما هم فابریکه شما رو دیدیم بسیار با مستندرد، البته این فابریکه ساخته شده و تولیدات هم معلوم میشه که استاندارد است و کوشش بکنید سر صادرات که بخیر چون بسیار یک کیفیت بالا داره می تولید شما بخیر شروع خواهد کردین دیگه. بله حتما. ولی هم بعضی مشتری ما مثلا میوه خشک که میبرن در هند یا در چین یا در فرانسه پلاستیکای ما استفاده میشه و تمام اجناس از ما میگیرن باز صادر میکنن میوه خشک. در شروع برنامه گفتین که حتما تلفن از 2 بخش ساخته میشه، یعنی از 2 پلاستیک. تولیدات از این پلاستیک هم داخل کشور است؟ بله این یک پلاستیکی را که به نام PET پیت میگه از کشور هند ما صادر میکنیم و همچنین بعضی پلاستیک است همینجا خودشون همینجا فابریکه است جور میکنن اینجا. یکم معلومات در رابطه با مواد خام بگوین بر ما که این مواد خام روز خواهد آمد که داخل کشور هم پیدا شود. این مواد که شما از هند میارین از چی ساخته میشه؟ اگر سرمایه گذاری داخل کشور شود ان شاء الله که این مواد آماده میشه یا این مواد خام اصلا ما نداریم در کشور؟ فعلا خود نه، متاسفانه تا بسیار مدت طولانی هم این تو چیز ما فکر نمیکنیم که تو چیزی اینجا جور شود تیار شود، چون به کشورهایی که تیل صادر میکنن یا تیل می داشته باشن اونا میتونن که این چیزا رو جور کنن. کشور ما باز اگر این را خواستن جور کنه باز مجبور است که تیل هم صادر کنه خود. و این خو معلوم دار است به همه ما که ان شاء الله در داخل کشور ما ذخایر نفت بسیار زیاد داریم. هر وقت استخراج شروع شد طبیعی است که مواد خام پلاستیک هم به دست میاد. در اون صورت 100% بله با در اون صورت میتونیم که بگیم که ما میتونیم جور کنیم میره. بسیار خوب. دوستان عزیز در این بخش از برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
نظر از اینکه مسافر باشیم اینجا خوش هستیم که در وطن خود کار میکنیم، برای مردم خود خدمت میکنیم و پیش فامیل خود هستیم و از روی وطندارای خود یا رئیسای ما که از اینا خوش هستیم، روی سالم هستیم. خب بدون شک میگه یابنده جوینده یابنده است، ولی کار متاسفانه کم است. این باید همه ما بپذیریم که تعداد کارخانجات کم است، یعنی نیروی کار زیاد میباشه. تا مخاط تعداد پیاده‌های ما یا جوانای ما بیکار است، متاسفانه ما از این مشکل رنج میبریم. خب ساعت کاری خب اکثر فابریکا فرق میکنه، ولی اینجا هم کس برنامه کار ما 12 ساعت است. خوب است الحمدلله آشپز داریم، برنامه کار رو دیگه همو جای خواب ما سهولت مثل حمام لبا فراهم است. خب پیام ما میست برای جوانا که کوشش بکنه به وطن خود باشه، زحمت بکشه تا وطن خود آباد بسازه از طریق وطن خود. یعنی منظور ما است که نره بیرون، کوشش کنه تا جای همینجا یک کاروباری برای خود جور کنه یا از همین طریق از در خدمت باشه به وطن. عزیز در آخرین لحظات برنامه هستیم. خوب است که از زبان انجینر صاحب در رابطه با مشکلات و پیشنهاداتشون بشنیم. خب انجینر صاحب محترم، بسیار زیاد تشکری که بر ما وقت دادین و برنامه را همراه شما ثبت کردیم. در آخر برنامه چی گفتنی دارین، چی پیشنهاد دارین؟ ډېره مننه. کوشش کوم چې زما پوښتنې ضعیف هم دي، خو خیر بیا هم ستاسو دپاره زموږ غټه ستونزه دا ده چې کوم چې دولت را سره کولی سي هغه زموږ بې برقي د برق نه لرو. یعنې برق موږ تقریبا د ورځې 14 ساعته 14 ساعته یو 2 ورځې مخکې بسته ورځ برق نه و. نو غټه ستونزه دغه ده چې برق نه لرو. 24 ساعته برق باید موږ ولرو، حالانکه موږ 2 شفټه کار کوو، خو هغه دویم شفټ موږ جنراتور روشن کوو. جنراتور تاسو ته معلوم دي چې څومره قیمت دی او بل او مصرف زیات دی. او بل ستونزه دا د مالیات د ګمرکات بیخي داسې 2 چنده 3 چنده ګای وخت 4 چنده موږ پیسې ورکو د مالیه. نو دا طبیعي خبره ده چې آلته ګمرکات پر موږ زیات سي، بیا موږ هم دلته تلیفون لږ قیمت کیږي. تاسو ته معلومیږي. په اخر کې راته انجینر صاحب دا وایي چې تاسو راتلونکي پلانونه هم څه دي له خیره، که چیرې لږ کاروبار تاسو نور هم ښه شي او دغه ستونزې تاسو حل شي، نور تاسو څه تولیدات له خیر سره لري هیواد؟ موږ خو ډېر پلاستیک خو داسې یو بخش نه دی، دا خو صرف دا مکمل ګرد ته پلاستیک وایي، لیکن په هر یو کې دا جلا جلا هر یو ځان ته بیا فلسفه لري. نو که موږ سره دولت کومک وکړي یا موږ دغه ستونزه مشکلات زموږ حل سي، نو موږ کولی سو ډېر پلاستیکونه انواع پلاستیک دي چې دلته موږ مشتری زموږ سره چې راځي مراجعه کوي، موږ یاستو چین ته یا پاکستان ته ایران ته چې دا دلته نه چاپیږي یا دا دلته پلاستیک نه جوړیږي، دا دلته نشته. نو هغه ډېر انواع پلاستیک دي چې دلته بیخي موږ لرو نه. دا خو هغه معمول پلاستیک دی. یعنی که د دولت نه تاسو سره د دولت طرفه تاسو سره همکاري وشي، تاسو دغه ستونزې حل شي، نو ان شاء الله بیا ضرورت نشته چې تاسو چین او پاکستان ته نه بیخي ته ضرورت نشته. موږ هر کار دلته هر شی شکر کارګر لرو، ماشین لرو، شکر بودیجه سته چې موږ نور ماشینان راوړو، انواع دغه پلاستیک راوړو، هر شی موږ دلته تولید کوی سو. خو دغه ستونزه موږ نسو کولی. توکل په خدای. په اخر کې هیوادوالو ته پیغام هم څه دی؟ یو څه پیغام هیوادوالو ته مو دغه پیغام دی، هیوادوالو ستاسو دپاره دغه فابریکه مو جوړ کړې. موږ سره خو خارجي خو نه راځي، مشتریان مو خو ګرد افغانیان دي دغه. نو که تاسو دغه نیم روپۍ یا 1 روپۍ ته وګورئ چې دغه پاکستانیان ارزان راته جوړي یا بل ځای ارزان راته جوړي، نو بیا خو دا خو کار نه وسو. خو خیر د تاسو زموږ سره همکاري وکړئ، موږ به ستاسو سره همکاري وکړو. خو که موږ هم ګران ورکوو، د هغه وجه دا ده چې ګرده مال د مکمل صادراتي دي. کوم دلته شی نه جوړېږي چې موږ وایو دغه موږ جوړو نو ارزانه به دغه کو. کوم وخت اوس هم دغه د تورخم بارډر بند دی، نو دغه ستونزه چې پیدا سي، مالیه هم پورته کېږي، ګرانېږي، هر شی قیمت کېږي. نو تاسو زموږ سره همکاري وکړئ، موږ ستاسو سره همکاري کوو. تاسو د نیم روپۍ دپاره ارزان دپاره تاسو ځئ پاکستان ته، او د پاکستان حالات تاسو ته معلوم دي چې پیسې دا غزه خلک سم خلک نه دي، پیسې ورک شوي دي، د خلک پیسې خوړلې دي. نو هغه کار تاسو مه کوئ، تاسو زموږ سره همکاري وکړئ، موږ به ستاسو سره همکاري وکړو. مننه تاسو. ډېره مننه. خیر مننه کوم ستاسو نه هم قدرمن لیدونکو. دا زموږ د نن ورځې خپرونه
زموږ صنعت خپرونه چې تاسو محترم لیدونکو ته مو وړاندې کړله. تر بیا مو په لوی او بخښونکي څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.